عزیز دلم خدا هیچ کسی میتونی 1 سال 4 ماه من تو هر دریش هیچ کس به در دلمون نرسید مادر. هیچ کس نیست که در دل من تو برسه. خدا که امروز شاید تک تک انسانی زندگی من توی خونه است. فیلم بچه من پخش کنید به پاهاتون میافتم. چند نفر کنم زیر پاک. مردم از ایران سلام. امروز اومدم خونه یه مادری که 1 سال و نیم بچه‌اش تصادف کرده با موتور و مقصر بوده، آسیب مغزی و نخاعی دیده. هیچ یا غیر از خدا نداره، کل زندگیشو فروخته. هم میبینن هیچ نیست دستش رو. واسه داروهاش مونده، واسه ایزی لایف این بچه مونده. صاحبخونه جوابش کنید. یه فیلم خنده داره، لایک کنید، کامنت بذارید، استوری کنید. شما بخواید میتونید.